Welcome to this English podcast. سلام به همگی، به پادکست انگلیسی ما خوش اومدید. امروز میخوایم چند تا اصطلاح از کتاب Speak English Like an American درس اولش رو به شما آموزش بدیم. اصطلاح اول break the news، خبری رو به کسی دادن، حالا یا خوب باشه یا بد باشه. مثال رو دقت کنید. I have to break the news. We lost the game. میخوام یه خبری رو بهت بدم، ما بازی رو باختیم. پس اینجا خبر بدی هست. About to یعنی در شرف انجام کاری بودن، یا همین لحظه میخواست اتفاق بیفته. About to رو با to be میاریم و بعد از about to شکل به صورت ساده میاد. She is about to start her class. اون در شرف شروع کردن کلاسشه. They are about to eat dinner. اونا در شرف خوردن شام هستن. Let's face it یعنی قبولش کنیم، بپذیریمش، بیایم صادقانه باهاش کنار بیایم. Let's face it, we can't afford to buy a new car now. بیایید بپذیریم الان توانایی خرید ماشین جدید رو نداریم. Give me the creeps، کسی یا چیزی که حالمو بد میکنه، باعث ناراحتی من میشه. He always stares at me. اون همیشه به من ظلم میزنه. It gives me the creeps. این کارش حالمو بد میکنه. Cost an arm and a leg. به چیزی که خیلی گرونه میگن. This car costs an arm and a leg. این machine خیلی گرونه. Top dollar، پول زیادی برای چیزی دادن. They paid top dollar for that house. اونا بابت اون خونه پول زیادی رو دادن. He got top dollar for his old car. اون برای ماشین قدیمیش پول زیادی رو گرفت. Make up my mind، تصمیم گرفتن بعد از فکر، اوکی؟ به نتیجه رسیدن. I can't make up my mind. من نمیتونم تصمیم بگیرم. He can't make up his mind what to eat. اون نمیتونه تصمیم بگیره که چی بخوره. No point in، انجام کاری بیفایده بودن، ارزش نداشتن، اوکی؟ There's no point in arguing with him. بحث کردن با اون ارزشی نداره، فایده‌ای نداره. A real flop، یک شکست واقعی. یعنی انتظار داشتیم این کار ما موفقیت آمیز باشه ولی شکست خورده. My new plan was a real flop. برنامه جدید من یک شکست واقعی بود. امیدوارم این اصطلاحات رو به خوبی یاد گرفته باشید. از اینکه با ما همراه هستید بسیار ممنونم. Thank you very much. Bye.